نگرانی از تراژدی کوبانی به رغم آتش‌بس میان کردها و دمشق. امروز 25 ژانویه 2026 قرار است در مناقشه اخیر سوریه سلاح‌های ارتش این کشور و نیروهای کرد برای 2 هفته دیگر خاموش بمانند. در این مدت زندانیان داعش به عراق منتقل می‌شوند، اما و کوبانی بدون برق، آب و اینترنت. در محاصره نیروهای احمد شرع است و علیرغم به اصطلاح آتش بس، ولی حمله نیروهای ارتش عربی جولانی علیه روستاهای اطراف کوبانی شروع شده. چند ساعت پس از پایان رسمی آتش بس میان نیروهای دولتی و نیروهای دموکراتیک سوریه SDF، وزارت دفاع این کشور از تمدید توافق برای 15 روز دیگر خبر داد. نیروهای دموکراتیک سوریه با محوریت کردها نیز این خبر را تایید کردند. به گفته SDF، این تصمیم با میانجیگری بین المللی اتخاذ شده است. وزارت دفاع سوریه اعلام کرده که هدف از تمدید آتش‌بس تسهیل انتقال زندانیان وابسته به گروه تروریستی دولت اسلامی داعش به عراق بوده است. دولت انتقالی سوریه در هفته‌های گذشته به شکل نظامی در مناطقی در شمال شرق این کشور که تحت کنترل کردها بود، وارد عمل شد. در جریان این درگیری‌ها، نیروهای دولتی توانستند بخش‌های وسیعی از این مناطق را دوباره تحت کنترل حکومت مرکزی درآورند. در این میان، شهر کردنشین کوبانی به طور کامل به محاصره ارتش سوریه درآمده است. از سرگیری استخراج نفت توسط دمشق. زمینه این تصمیم کشمکش قدرت میان SDF و دولت انتقالی سوریه بر سر ادغام نیروهای ائتلاف دموکراتیک با محوریت کردها در ساختار حکومتی سوریه است. SDF در روزهای اخیر از مناطقی در شمال شرق کشور که در نبرد با داعش تصرف کرده بود، از جمله مناطق غنی از انرژی و منابع طبیعی، عقب نشینی کرده است. این مناطق اکنون در اختیار ارتش سوریه قرار دارد. شرکت‌های دولتی نیز طبق گزارش خبرگزاری دولتی سانا، ارسال نفت استخراج شده به پالایشگاه‌های هومس و بندر بانیاس در غرب سوریه را از سر گرفتند. انتقال زندانیان داعش به عراق در شمال شرق سوریه، زندانها و اردوگاه‌هایی قرار دارند که محل نگهداری اعضای داعش و خانواده‌هایشان هستند. این اردوگاه‌ها و زندانها تا همین اواخر تحت کنترل نیروهای کرد بودند، اما اینک نیروهای دولتی کنترل برخی از آنها را در دست گرفتند. در پی درگیری‌های اخیر، نگرانی‌هایی درباره از دست رفتن کنترل بر این مراکز و زندانیان وجود داشت و گزارش‌هایی نیز از فرار برخی زندانیان منتشر شده بود. احمد شرع، جهادگرای سابق و رئیس جمهوری موقت کنونی سوریه، یکشنبه گذشته به همراه مظلوم عبدی، فرمانده SDF، توافق آتش بس را امضا کردند. بر اساس این توافق که از سه‌شنبه گذشته قدرت اجرایی می‌یافت، قرار بود اداره خودگردان کردها و نیروهای شبه نظامیش در شمال و شمال شرق سوریه در ساختار دولت مرکزی ادغام شود. همچنین قرار است دولت سوریه مسئولیت زندانیان داعش را که تاکنون در اختیار کردها بوده بر عهده بگیرد. ایالات متحده در چارچوب این آتش‌بس انتقال 10 زندانی داعش به عراق را آغاز کرده است. هدف این است که تا 7000 زندانی داعشی به کشور همسایه سوریه منتقل شوند. به گفته مقام‌های عراقی، این افراد دارای تابعیت عراقی و نیز تابعیت‌های خارجی هستند. آلمان قصد بازگرداندن اتباع زندانی خود را ندارد. بر اساس راپورتی از دویچ اوله آلمان، طبق اعلام سازمان امنیت داخلی آلمان موسوم به اداره حفاظت از قانون اساسی، بر پایه اطلاعات نهادهای اطلاعاتی این کشور، پیش از آغاز عملیات نظامی اخیر، حدود 40 نفر با تابعیت آلمانی در بازداشت نیروهای کرد بودند. روشن نیست که آیا این افراد نیز به عراق منتقل خواهند شد یا نه. سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعلام کرده است که در حال حاضر برنامه‌ای برای بازگرداندن این مردان وجود ندارد.
آتش‌بس میان ارتش و نیروهای دموکراتیک سوریه با محوریت کردها که ابتدا برای 4 روز تعیین شده بود، شنبه گذشته ساعت 20 به وقت محلی به پایان رسید. پیشتر، به رغم انتشار گزارش‌هایی درباره تمدید آتش‌بس، بیانیه‌ای رسمی در این خصوص منتشر نشده بود. تنها 3 ساعت پس از پایان آن بود که وزارت دفاع سوریه تمدید 2 هفته‌ای آتش‌بس را اعلام کرد. اعلام بسیج عمومی توسط کردها. یگانهای مدافع خلق یپگ و یگانهای مدافع زنان یپژ که ستون فقرات نیروهای دموکراتیک سوریه را تشکیل می‌دهند، پیش از تمدید آتش‌بس فراخوان بسیج عمومی صادر کردند و از تمامی کردها خواستند تا برای دفاع از کردستان سوریه، روژاوا، خود را به شمال این کشور برسانند. این فراخوان در واکنش به پیشروی‌های ارتش دولت موقت و خروج نیروهای عرب متحد SDF از این ائتلاف صادر شد. به گزارش رسانه‌های محلی، تاکنون صدها جوان از اقلیم کردستان عراق، ترکیه و حتی کردهای ایرانی خود را برای دفاع از روژاوا به شمال سوریه رساندند. بر اساس گزارش‌ها، روزانه اتوبوس‌های مملو از داوطلبان از شهرهایی مانند اربیل و سلیمانیه به مرز سوریه می‌رسند. مقام‌های کرد اعلام کردند که فراخوان بسیج عمومی برای تقویت موقعیت دفاعی صادر شده است. نگرانی از تکرار تراژدی کوبانی. شهر کوبانی، نماد جهانی شده مقاومت کردها در برابر داعش، اکنون تحت محاصره نیروهای دولت موقت سوریه قرار گرفته و وضعیت انسانی در آن به مرز فاجعه رسیده است. کمبود سوخت، مواد غذایی و دارو منجر به مرگ حداقل 4 نفر از جمله کودکان بر اثر سرما در روزهای اخیر شده و حدود 150,000 غیرنظامی بدون دسترسی به خدمات اساسی گرفتار شدند. سازمان ملل متحد و گروه‌های امدادی و حقوق بشری گزارش دادند که محاصره کوبانی توسط نیروهای احمد شرعه باعث قطع آب و برق و اینترنت شده و ساکنان این شهر در مدارس و مساجد پناه گرفتند. کوبانی از سپتامبر 2014 تا ژانویه 2015 صحنه نبردهای سنگین میان نیروهای کرد و اعضای داعش بود. مقاومت تاریخی کردها در برابر تروریست‌های دولت اسلامی با حمایت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا به شکست داعش در این منطقه انجامید. این مقاومت تاریخی کوبانی را به اسطوره جهانی مقاومت در برابر داعش بدل کرد. آوارگی در آوارگی. وضع اسفبار قامشلو در چنین شرایطی، شهر قامشلو واقع در شمال استان هسکه به پناهگاهی برای 10,000 آواره تبدیل شده است که بسیاری از آنها برای چندمین بار ناگزیر از جابجایی شدند. طبق گزارش دفتر هماهنگی امور انسانی و آوارگان مناطق خودگردان، در روزهای گذشته بیش از 20,000 نفر به شمار آوارگانی که به این منطقه پناه بردند افزوده شده است. آوارگان افرین که پس از اشغال این شهر توسط ترکیه در سال 2018 به منطقه شهبا واقع در شمال حلب پناه برده و تا دسامبر 2025 عمدتاً در آنجا مانده بودند، پس از سقوط اسد به محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه در حلب رفتند. این آوارگان که در پی حمله ارتش در اوایل ماه جاری ژانویه به رقه جابجا شده بودند، اخیراً بار دیگر به هسکه و سپس به قامشلو منتقل شدند. خانواده‌ها در مدارس، مساجد و مراکز موقت اسکان داده شدند، اما زمستان سخت شرایط را وخیم‌تر کرده است. مقام‌های اداره خودگردان روژاوا هشدار دادند که بدون کمک‌های پایدار، بحران انسانی در این منطقه تشدید خواهد شد. کردها چه می‌خواهند؟ نیروهای دموکراتیک سوریه به نمایندگی از کردها درخواست‌های مشخصی را برای پایداری آتش‌بس مطرح کردند. درخواست‌هایی که تاکنون پاسخ مثبتی از دمشق نگرفته است. حفظ خودمدیریتی محلی در چارچوب سوریه متحد،
ادغام نیروهای SDF در ارتش سوریه بدون از دست دادن هویت کردی، تضمین حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی جدید و خروج نیروهای ترکیه از مناطق اشغالی همچون افرین و سریکانی رئوس مطالبات کردها را تشکیل می‌دهد. آنها همچنین خواستار کمک بین‌المللی برای بازسازی منطقه و انتقال امن زندانیان داعش هستند. در مقابل، دولت موقت در دمشق که روابط تنگاتنگی با ترکیه به عنوان دشمن دیرینه نیروهای دموکراتیک سوریه دارد، بر ادغام کامل نیروهای SDF به صورت منفرد در ارتش اصرار دارد و آن را امری ضروری برای وحدت ملی می‌داند. مذاکرات با میانجیگری آمریکا ادامه دارد، اما به گفته منابع دیپلماتیک، اختلافات عمیق نشانگر شکنندگی آتشبس است. مند نیروهای دموکراتیک سوریه که مورد حمایت آمریکا بود، در پیروزی نهایی بر داعش در سال 2019 نقشی تعیین کننده ایفا کرد. اما دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اکنون از دولت انتقالی احمد شرعه حمایت می‌کند. احمد شرعه، جهادگرای سابق، رهبری گروه اسلامگرای هیئت تحریر شام را با نام ابو محمد جولانی بر عهده داشت. گروهی که در دسامبر 2024 بشار اسد، دیکتاتور سابق سوریه را سرنگون کرد. وزارت خارجه آمریکا جولانی را در ماه مه 2013 در فهرست تروریست‌های جهانی خود قرار داده و 4 سال بعد نیز جایزه‌ای $10 میلیون برای دستگیریش تعیین کرده بود. دولت اسلامگرای انتقالی احمد شرعه متهم به نقض حقوق بشر و کمکاری در تأمین امنیت اقلیت‌هایی چون علویان، دروزی‌ها و کردهاست. وضعیت حقوق بشر در سوریه همچنان از نظر نهادهای مستقل بین‌المللی شکننده ارزیابی می‌شود. من اینجا کمه